چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شماست. امروز 27 فوریه است و من شعله گلخواجه همراهتان. سرخط مرزهای روز. بازداشت یک گروه قاچاقچیان مواد مخدر در بدخشان. کمیته امنیتی ملی میگوید اعضای این گروه در ناآرامی‌های اخیر شهر خاروخ دست دارند. در صفی پیش مادر یک جنگجوی توجیک که 4 سال قبل در سوریه کشته شد باعث مدل لباسهای ملی را ترغیب میکند. و بعضی 4 ساله اویله فرو ریخته فرزندی آنها را به خودکشی رساند، ولی والدین محستی به خودکشی او تفسیر دیگر یافتند. судья و прокурора ноҳақшона тоқат накарда хчам хел дору омада хурда кушт. کمیته دولتی امنیتی ملی توجیکستان گروه جینویی را در ولایت مختار بدخشان کوهی بازداشت کرده. از آنها تعداد زیادی اسلحه و مواد مخدر مصادره شده است. طبق گزارش این کمیته عضو گروه مذکور همچنین در تجارت غیرقانونی سنگ‌های گرانبها و ناآرامی‌های سال‌های اخیر در شهر خاروخ دست داشتند. همین که از خوشباشمی همین سلولی که گروه متشکل جنایتی ولایت بدخشان با گروه‌های جنایتی سمتی بدخشان افغانستان و سوریه شوشی بودند، این معین دستگیر و پیشگیری کرده شد و ثبت حفظ سرحد دولتی نشانه‌اش منظور آسودگی آسوده همچنانی می‌شود. معاون رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی توجیکستان با این موضوع امروز در جریان همایش شورای جمعیتی کشور داخل کرد. همایش مذکور به مسئله تامین امنیتی اطلاعاتی بخشیده شده بود. رحمت الله زویرов رئیس حزب سوسیال دموکراتی توجیکستان در بیمارستان بستری شده است. در این باره شوکر جان حکیمов معاون رئیس این حزب با اشاره به یک صحبت تلفنیش با زویرов خبر داد. شوکر جان حکیمov گفت که زویرov از درد پای، دست راست، کتف و تخت پوستش شکایت دارد. گفتند که در یک بیمارخانه قرار دارند و شاید این نتیجه همون ضربه های اخیراً گرفته آن کس از جانب گروه های تا حال معین نشده از طرف مقامات حفظی حقوق باشد. 3 ماه پیش رحمت الله زویرov مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته بود. به نقل خود زویرov حمله شب 9 نوامبر در نزدیکی منزلش در شهر دوشنبه اتفاق افتاد. در حالی که رحمت الله زویرov از پیامد لط و کوبش اذیت میکشد، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم در توجیکستان کتاب نوش را نشر کرد. دولتعلی دولتزاده سابق رئیس حزب خلق دموکراتی مدت 3 سال تاریخ دین اسلام را تحقیق کرده همایش و اختلاف ارزش‌های ملی و دینی را به بحث کشیده است. وقتی که ما درباره ارزش‌های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از آن جدا کنیم. کدام چیزها ارزش‌های دینی هستند و کدام چیزها ارزش‌های ملی خلق‌های گوناگون. وقتی که ما ارزش‌های ملی یک خلق را می‌خواهیم به گردن دیگر خلق‌ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش‌های دینی هیچ یک ربطی ندارد. کتاب دولتعلی دولتزاده مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل نام داشته. در آن مؤلف به موضوعهای فراتر از دین به مثل مبارزه‌های سیاسی هم پرداخته است. تفصیلات بیشتر را راجع به این کتاب و همصحبت دولتزاده با همکارمون زرانگیز نوروشا را میتوانید در سامانه ما و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. رو بریم به موضوعهای دیگر. انتظار می رود که در آینده نزدیک در توجیکستان به اصطلاح بازار زمین به وجود آید. در این بازار خواهشمندان می توانند حقوق استفاده زمین را رسما به عوض پول دریافت کنند. این تغییرات در حال صورت می گیرد که مشکل زمین فروشی در توجیکستان یکی از موضوعهای داغ باقی می ماند. به همین خاطر من از همکارم عبدالله اشورov که همین موضوع را پیگیری کرد سبب قبول این قرار را سوال کردم. مسئله تقسیمات زمین در تاجیکستان بسیار داغ است. صدها پارچه زمین هرچند در تاجیکستان اون باید قانونا رایگان تقسیم شود فروخته می شود عملا و ده ها منصبدار در تاجیکستان برای این بازداشت و مجازات هم شدند. مثلا تنها در سال 2017 در ولایت ختلان
59 پرونده در نسبت منصبداران باز شده است که دست به زمین فروشی زدند. اکنون حکومت این تشبث رو میخواهد به دست خود بگیرد، یعنی در تاجیکستان به زودی ها یک بازار قانونی زمین به وجود میآید و حکومت میخواهد که به طور قانونی پارچه های زمین را به خواهشمندان بفروشد و این خواهشمندان میتوانند حقوق استفاده زمین را قانونا بخرند از دولت و به نوبه خود به شخصان سیوم بفروشند. در این صورت، در صورت تشکیل بازار قانونی زمین، دولت بودجه دولت هم فایده میگیرد. عین حال حاضر یک بازار غیر قانونی، بازار به اصطلاح سیاه وجود دارد که میلیون ها دلار گردش دارد، اما بودجه دولت از این یک سامانه هم فایده نمیگیرد. سوали дигари ман аз Абдулло ин буд ки то куҷо минбаъд хатари пайдо шудани заминдорони калон ба вуҷуд намеояд. واقعا هم شهلا هر گاهی که همین موضوع مالکیت به زمین در تاجیکستان سر میزند، همین خوف هم دائما رو میزند. میگن که شاید در تاجیکستان فئودال های نو پیدا میشن، اما حقوق شناسانی که ما همراهشان صحبت داشتیم میگن که این خوف پایان ندارد، چون که قانون کودکس زمینی تاجیکستان دو نکته دارد که مانع پیدا شدن زمینداران کلان میشود. یکم اینکه در قانون گفته میشود که زمین های کشاورزی تنها به شخصان باید داده شود که به واسطه به آن سر و کار دارند، یعنی به دهقان ها باید داده شود، نه ثروتمندانی که زمین را میخرند و بعداً به دهقانان به اجاره میدهند. ва албатта масъалаи дигари муҳим ин аст ки меъёри истифодаи замин тағйир кард ё не. ман аз Абдулло мепурсам, фарз кардем агар ман бо мақсади кишоварзӣ замин харида бошам, бояд ҳатман дар он кишт кунам. بله دقیقاً هم شهلا زمین در تاجیکستان تنها باید موافق مقرراتی که در قانون معین شده باید موافق همان استفاده شد. یعنی شما برای کشاورزی گرفتید تنها باید کشاورزی کنید، خانه ساختن در آن ممکن نیست. бо таваҷҷӯҳ ба мубрам будани масоили замин дар ҷомеаи тоҷикистон, агар хостед дар ин мавзӯъ маълумоти бештар бигиред, пас ба сомонаи мо cw.ozodi.org биравед. рӯзи 26 феврал вазорати фарҳанг чанд намунаи либоси миллиро нашр кард ки пӯшиданашон ба занҳои тоҷик машварат дода мешавад. яке аз онҳое ки барои бонувони миёнасоли тоҷик анвои либосҳои тавсиявии миллиро тарғиб мекунад, занест ки писараш 4 соли пеш дар сурия кушта шуд. хосият шерова мегӯяд қабл аз пайвастан ба гурӯҳи давлати исломӣ писараш либоспӯшии ӯро эрод мегирифт. идомаи мавзӯъ аз Тоҳири Сафар. خاصیت شعر شیوه بستن رویمال را نشان می‌دهد. جزء از لباس ملی زنان تاجیک را که پسر جهادیش قبول نداشت، از مادر می‌خواست و جای آن حجاب بپوشد. مادر راضی نمی‌شد. بسیار دوست می‌دارم لباس تاجیک، کرته چکن دوست می‌دارم، چون که مادر من تا پیران سالگی کرته چکن می‌پوشیدن. دائم تنگه‌های نقرگی، گوشواره‌های نقرگی داشتن. امو حسابی و مادرم همین چیز دل مادر مونده بود برای من همه وقت من ندیدم یکم وقت ما به وای باشم به کنار گوشواری تاجیکی به چیزای نقرگی به کرته چکن کم میشوم. خیلی من وقتش نمی‌دیدم. نه تنها پوشیدن بلکه دختن پیراهن‌های ملی را دوست می‌دارد. از بس که جای کار نمی‌کند در خانه سوزنی و پیراهن می‌دوزد. محبتش به لباس‌های ملی سبب شد خاصیت شعرآور را همچون مدل برای ترغیب پیراهن‌های ملی انتخاب کنند. فرما چکن تا بپوشو بیا گفته بودن. بعد من خیلی خانه سر لباس تاجیکی من بسیار دارم. کرتاهای تاجیکی که بازی کم پیراکای ما میپوشن خیلی بسیار دارم. اومده در تا لباس های تاجیکی نداشتم از اون کس اومدم. بعد کردم بنوار گشتن عکس برداری کردم. او یکی از زنان است که در دستورالعمل توسعه‌ای لباس‌های ملی پیراهن اطلس به بر کرده است. هدف از تهیه دستورالعمل نو به گفته وزارت فرهنگ جلوگیری از افراطگرایی و نفوذ لباس‌های بیگانه است. خاصیت شعرآور با مقامات هم فکر است. وقتی که در کوچه‌های شهر، در کوچه‌های تاجیکستان به گشت می‌ریم و دخترانی را می‌بینیم لباس‌های تنگ پوشیدن، ساتن دارن، حجاب دارن، یک فکر به سر آدم میاد که گویا که ما تاجیک نیستیم.
چون که این لباس حجاب سطر این لباس های هستن که از مردم ما بیگانه است. این یک بیگانه پرستی است. اما پسر خودش بختیار شرف چند سال پیش مادر را مجبور میکرد که سطر و حجاب اسلامی بپوشد. بختیار سال 2013 از روسیه به سوریه رفت و به داعش پیوست و سال 2014 کشته شد. به اعتقاد مادر او با فعالیت‌هایش جوانان را از راهی که پسرش رفت برمیگرداند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بحث و کشمکش طولانی دادگاهی میان والدین در شهر دوشنبه احتمالاً کاسه صبر فرزند یگانه آنها را لبریز کرد و او مرگ را اولاتر دانست. مهستی 18 ساله تقریباً 10 روز پیش با استعمال 2 قوطی دارو به هلاکت رسید. مادر غمزده او در این فاجعه دادرس و پدر مهستی را مقصر می‌داند، اما این دو نفر میگویند عیبدار کردن آنها جایز نیست. امردین اولیموف با تفصیلات بیشتر این حادثه. از دنیا یگون چی ندیده رفت دخترچه. مهستی اتوبکووای 18 ساله دختر یگانه خاندان و نوزپرور پدر و مادر بود. ظاهراً تا به بحث طولانی و دادگاهی والدین را نآورد که قصد جان خود کرد. این روی همین سود و سودبازی ما هم خیلی کرد خچه. برای که همین توقعت نکرد همین نوحقی سودیا ها را و نوحقی و ایوی سودیا و پروکورور نوحقشون توقعت نکرده خچه هم خیلی دارو اومده خورده کشت. مهستی در دانشگاه تکنولوژی شهر کلاب تحصیل میکرد و به قول مادرش سالم و دانشجوی پیش صف بود. استودنتی پیش قدم بود. انا همه بایوش که آورد یکم بایشکی همش اعلا سپورید، همه کار میکرد، هم خیلی دختری فعال، زبان روسی. والدین مهستی سال 2014 از هم جدا شدند. بحث و کشمکش آنها بر سر خانه 4 سال باز ادامه دارد. 16 فوریه دختر را به حیث شاهد به دادگاه ناحیه فردوسی دعوت کردند. خیلی التماس کردم، گفتم که هم دخترچم باید دانشجویان شهر کلاب باید روه، اقلش همین پرسه یا که همین گشته همین طرفش دیگه دادزنی را سر کرد و این چی سر و لباس های و این شما گجا اومدگی و شما با اینجا سیرک نه. هم خیلی در افتاد در سودیا در مهستی، هم خیلی دوست می داشت همه یکی هم دختری. بعد این حادثه مهستی به خانه برگشته به قول مادر 2 قوطی دارو خورده است و روز 17 فوریه جان داده است. حبیب الله اینامزاده دادرس دادگاه نخواست با رادیوی آزادی در این باره صحبت کند. پدرش هم خود را در مرگ مهستی گناهکار نمیداند. آخه سود خودش 4 سال رفته است. اگر این دواها میشه همون دخترک خودش همون 14 سالگیش میکرد همین کار و 15 سالگیش. جوانان خود آنها یک نهالکان سر باد زندگی هستند. فاجعه مهستی را روانشناسان یک نمونه بی‌اعتنایی بعض والدین به وضع روانی فرزند می‌دانند که درون به درون می‌سوخت و کسی به دادش نمی‌رسید. این دخترک در دوام 4 سالی زد و خورد، یعنی که مبارزه پرابلم‌های اویلوی اویلا خود وجه همچون یک در حالت استرسی قرار داشت و بعض وقت یک نشانه یا یک ضربه که او سیرنوپذیر آدمی که در لب جاری ایستاده است میتواند که به جاری تله دهد. تنها برای خود همین زندگی میکرد، میمنه پرداخت. حالا مادر فقط اشک میریزد و نمیداند گناهکار واقعی مرگ فرزندش کی هست. فرزندی که 4 سال شاهد جنجال و کشمکش 2 نفره بود که برایش از همه عزیزتر بودند. و یک خبر فرهنگی، فاروق زوکیرов اوزخوان معروفی ازبکستان و رهبری دسته هنری یالا در یک جایگی با شماری از هنرمندان معروفی آن کشور به دوشنبه میآیند. کنسرت استادان هنری تاجیکستان و ازبکستان قرار است در دهه اول ماه مارس در دوشنبه برگزار شود. فاروق زوکیرov روز 27 فوریه در صحبت با رادیو زودی گفت که در این برنامه مشترک هنری اوزخوانان دیگری ازبک از جمله یلدوز عثمانова و شیرعلی جورایف هم هنرنمایی خواهند کرد. این برنامه فرهنگی به افتخار سفر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در کاخ بربد شهر دوشنبه برگزار می شود. قرار است این برنامه کنسرتی رو امامعلی رحمان و شوکت میرزیویف تماشا کنند.
тавреҳсис мешавад баҳори имсола барои тоҷикистону ӯзбекистон гарм хоҳад буд ва умедворем тӯли ин сол шоҳиди хабарҳои бештари муттаҳидкунандаи ин ду ҳамсоя кишвар мешавем. Агар мехоҳед хабару гузоришҳои аз ин бештарро бихонед, пас даъват мекунем ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед. сипос ки дар ин 15 дақиқа бо мо будед. то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.